مذهب رسمی رومی‌های باستان کاملا الهام گرفته از خدایان یونانی بود. پانتئونی از چندین خدا رو پرستش می‌کردن. اما تفاوت رومی‌ها این بود که اونها بیشتر از یونانی‌ها از نمادهای مذهبی به عنوان یک ابزار سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کردند، مثل آکیلا، عقاب زئوس، برجسته‌ترین نماد روم که از تصویر این عقاب نه تنها روی پرچم رسمی روم استفاده می‌شد، بلکه به وقت لشکرکشی هم از ملزومات ارتش این بود که درفش‌هایی رو که سربازا حمل می‌کردن باید این نماد رو می‌داشت، به طوری که تو سپاه روم برای هر لژیون که این لژیون‌ها معادل یک تیپ نظامی روزگار الان بودن، یعنی 4 تا 6 هزار سرباز، یکی از این آکیلاها اختصاص داده میشد. رومی‌ها اونقدر به آکیلا باور داشتن که در طول جنگشون شده بود یکی از این عقاب‌ها به دست دشمنشون بیفته و برای بازپسگیریش 10 سال بجنگن. اما تو سال 53 قبل از میلاد مسیح در طی یک جنگ سرنوشت ساز به اسم نبرد حران، رومی‌ها از اشکانیان شکست سختی خوردند که گفته شده حداقل 4 تا از این آکیلاها به دست ایرانی‌ها افتاد. اگه دوست داشته باشید ماجرای کلی نبرد حران رو هم بدونید، ویدیوش رو توی کانال ساختیم، لینکش این پایین هست. رومی‌ها بعد از شکست تو حران با 2 بار تلاش نظامی دیگه سعی کردن این آکیلاها رو برگردونن که هر 2 بار موفق نشدن، تا اینکه آگوستوس اکتاویان، اولین امپراتور روم، روی کار اومد. اکتاویان جای جنگ و خونریزی با اشکانیان وارد روابط دیپلماسی و فرهنگی شد. اسم این روابط رو هم گذاشت پکس رومانا، یعنی صلح رومی، که در نهایت موفقیت آمیز بود و تصویر این اتفاق رو روی زره شخصی اکتاویان میتونیم ببینیم. سرباز اشکانی در حال بازپس دادن آکیلا به سرباز رومی.